تا حالا شده به آدمای خلاق نگاه کنی و با خودت بگی آخه چطور ممکنه این حمیده رو از کجا میارن؟ انگار یه دکمه توی مغزشون هست که بقیه ندارن. خیلی از ما فکر میکنیم خلاقیت یه جور جادو یا یه استعداد ذاتیه، اما حقیقت خیلی فراتر از این حرفاست. اول از همه باید ببینیم که خلاقیت چیه. خلاقیت یعنی نوآوری و تفاوت. حتما نیاز نیست کار خاصی انجام بدی یا تفکر خاصی داشته باشی. خلاقیت از بی‌حوصلگی میاد. به جای اینکه خودتو با گوشی سرگرم کنی، یکم فکر کن. خیلی اصلا فکرم نمیکنن، فقط روزمرگیشون رو انجام میدن. خلاقیت از محدودیت میاد. زمانی که خودتو عمدن محدود میکنی یا در محدودیت قرار میگیری، مجبور میشی که مسیرهای جدید رو انتخاب کنی. آنتونی ترلو خودشو با روتین 15 دقیقه‌ای محدود کرد تا بتونه 40 تا کتاب بنویسه. نویسنده کتاب پرفروش دوست بخش اول کتابشو نزدیک 200 بار بازنویسی کرد و دکتر سوس با فقط 50 کلمه مختلف تونست یک کتاب برای بچه‌ها بنویسه. خیلی از ما فکر میکنیم که خلاقیت ذاتی و طبیعیه، اما تحقیقات نشون میده که کاملا اکتسابی و حتی میشه اونو از دست داد و فقط 22% از خلاقیت ما به ژن‌های ما مربوط میشه. البته شکی نیستش که بعضی وقتا بعضیا خلاق‌تر از بقیه هستن، ولی باید اینو در نظر بگیریم که همه ما با سطح خاصی از خلاقیت متولد میشیم و خبر خوب اینه که بیشتر توانایی‌های مربوط به خلاقیت رو میشه یاد گرفت. خب حالا چطور خلاق باشیم؟ به خودت اجازه بده هر آت و آشغالی به ذهنت بیاد. هیچ راهی برای دور زدن این قسمت نداریم. گاهی وقتا باید 4 صفحه خراب بنویسی تا 4 تا جمله خوب از داخلش در بیاد. برای خودت برنامه دقیق داشته باش. هیچی بهتر از مجبور کردن خودت به خلق یک ایده عملی نیست. تنها راهش تمرین مکرره. کسی که فقط درباره ظاهر یک کتاب پرفروش نظر میده، هیچ وقت نویسنده پرفروشی نمیشه. برای تبدیل شدن بهش باید هر روز به خودت زحمت بدی و پشت سیستمت بشینی و اون وقته که حرفی برای گفتن داری. هر کاری رو که شروع کردی تموم کن. هر چیزی که نیمه کار گذاشتی رو باید تموم کنی. فقط باید به خودت ثابت بکنی که جسارت کافی برای انجامش رو داری. هیچ آدم موفقی از نصف و نیمه رها کردن کارهاش به جای نرسیده. از قضاوت کردن عملکرد دست بردار. همه ما برای رسیدن به یه چیز بزرگ تلاش میکنیم. منتها بعد از انجامش شروع میکنیم به قضاوت کردن. حتما نباید اولین کارت شاهکار باشه. گاهی وقتا شروع کردن مهمتر از موفقیته. قضاوت طبیعیه، اما نباید بذاری جلوی ادامه دادن مسیر رو بگیره. مسئولیت پذیر باش. بهترین راه برای بهتر کردن ایده و اثرت اینه که بازخورد دیگران رو ببینی. وقتی دیگران ایده‌ت رو ببینن و نظر بدن، هم میتونی الهام بگیری و هم مسئولیت پذیرتر میشی، چون مجبور میشی انتقاد بشنوی و به فکر فرو بری و حتی ممکنه برای یکی دیگه عالی به نظر برسه. پس تنها کاری که باید انجام بدی اینه که دست به کار بشی و اون کار رو تموم بکنی و بازخورد بقیه رو ببینی و از اونها الهام بگیری و برای بهبودش تلاش کنی و فردا دوباره شروع کنی. خلاقیت وقت خودش رو به نشون میده که حسابی ازت کار کشیده باشه.